شانس اگه نداره نه تو که تاله دارم یاد تو جلسه بعد دو ساعت ماشین سوار کرده خطاب من به جوان مردان تاجیک و خصوصا به فیش و تبار و همدهگان این زنی به حیای فاحشه جمع کنین این به حیا را از اینترنت تا گذران کو شما قفسی سینه میزنه فاف میکنین که ما تاجیکیم ما شیروی نریم اما برای سری راه یک زنی به حیایی که اینترنت تاجیک حرام کرده فحشا و به حیایی را روز تا روز در جامعه پهن کرده استی دل و گرده نمیکنین باز از ناموس و شرف گپ میزنین این چی به ناموسی است که امروز یک زنی فاحشه تاجیک با مردان دیگر ملت خود را به نمایش گذاشته فاف میکنه و میگه من 3 کاولر دارم شان و شرف زنان پاک دامن تاجیک زیر سوال گذاشته ای جوان مردان تاجیک همین از مردانگی شما بیدار شید پیش از اینکه عذاب دردناک الله به سرمان بیاید. در روایت ابو داود و ترمذی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند البته وقتی گناه ها در یک قوم آشکار شود و دیگران قادر باشند که آنها را باز دارند اما باز ندارند پس به زودی الله از جانب خود به آنها عذاب فرو میفرستد که همه آنها را فرا میگیرد. در روایت احمد آمده است که قومی که در میانشان گناه صادر شود و آنها توانایی داشته باشند که آن را منع کنند اما منع نکنند نزدیک است که الله تعالی همه را به عذاب گرفتار میکند. خاموش نباشید جمع کنید این بی صاحبه باز هستن به ناموسایی که ایرا دستگیری میکنند پناه به خدا.